یک قصه دیگر را میگیم دوام که وقتی زیاد گرفتم. میگه یک آدم پولدار ثروتمند وارد مسجد میشود، میاد پیش داملا، پیش داملا میاد میگه داملا یگان نیاز نداری؟ مقصد من یک کمتر مبلغ آوردم، اگر یگان حاجت و نیاز داشته باشی مقصد این ما تیاریم که خدمت کنیم. خداوند رحمت کنه و داملا را و عالم ها را، اونا هم عالم های ربانی بودن، اونا هم همش تکیه با خدا داشتن، هیچ وقت تکیه به آدم ها و به پولدار و به مالدار و به منصبدار و تکیه نمیکردن. ولی پیغمبر ما میگه هر کسی که اگر سحر برای خاطر نداشتنی در خانه چیزی اگر بخیزه و میگه هم تا چهرش ترش کنه غمدار خودشو بگیرد، او همچنان است که خداوند در بین مردم غیبت کرده است. هر کسی که میگه اگر پیغمبرمان یک آدم مالدار اگر به خاطر پولش اگر تعظیم کنه و دستاش پیشی بر کند سه یک دینش عیبین میرود. این عالم برادرای عزیز وقتی این گپ از مردک پولدار که شنید گفت شرم میاد در یک خانه قرار دارم که صاحب این خانه ماندگی من است حاجت طلب کنم. برادر عزیزی سخن بینید، من در مسجدم، این خانه خدا های، من در خانه خدا ماندگی است نیاز طلب کنم. میگه این مرده که پولدار ای حکمت سخن این میگه برخوردارش گفت شاید های فکر کرد که در درون مسجد نمیشود، بیرون نمیگه ایستاد، بیرون ده ایستاد و که حضرت میبروید. حضرت که برآمد گفت حضرت گفت خیلی داخل مسجد بوده که با همون سوال من آمدم که یگان نیاز شما را بیرون کنم. گفت مقصد شما نیاز دنیوی است یا اخروی؟ گفت من نیاز اخروی شما را برآوردن میتونم و به همین نیاز دنیایی تون مراجعت دارم. گفت او خدایی که گفت هم نیاز دنیوی ما میبرارد هم نیاز اخروی ما میبرارد، من در اون مراجعت نمیکنم و در تو مراجعت کنم. برادرای عزیز اینها با این رفتارشون هم شرف و آبروی اهل علم قپیدن، هم عزت دین نگه داشتن. تا چند آدم اگر برادر دستات پیشی بر خم و بدوی و چاپلوسی کنی و مقصد پت خلی میکی و دیگر کنی، همون قدر خدم خار میشه، دین همون قدر خار میشه. زینجاز گو من خدایی که حاجت دنیوی و اخروی من میبرارد اکو مودا مراجعت نکن تو دم مراجعت الله مهربان انا برادران عزیز در این کار باید شما سهم گذاری کنید. شما مردم بین این آواز در اینجا آمده خب این یک چیزی گم کردگی تونه شما یفتگی، یک چیزی هست که شما شاید انشاءالله گمانی ما هم یه که شما خواهیشتون در این چیز هست که گوش اندازین، بهره برین، راحت کنین. او سخن خدا و پیغمبر همین خیره آدم در راحت میبخشد، آدم ایمانش کامل میکنه. با یک رنگ زوانوکی که ای خواب بیدارت میکنه، این زوانوک های یک بیدارت میکنه یا با خود بیا که خدای مهربان تو را باید نه آفریده که همین سحر لباس را پوشیدگی بده و اون پیش دکانت تا شب خدا باید نزنه. این برای این نیست. الله میگه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله ربی میگه من جن و آدم آفریدم. برای چی آفریدم؟ تا مرا عبادت کنم، تا مرا عبادت کنم. برادر عزیز برای همین است که حضرت جنونی را خدا رحمت کنه میگه یک مصرع ها داشت درونی پرده های تنگ و تاریک، شکم مادر میگه درونی پرده های تنگ و تاریک تو را پرورد و رزقت کرد نزدیک. میگه در درون شکم مادر ناف مادر به ناف تو پیوست کردگی به طریق همون روده مادر و روده خودت بگیم تو را غذا میداد در همون درون.
رسانیدت به این حد کلامی، چی کردی بندگی تو فلانی؟ از همونجا صحت سلامت بیرون کرد، با وایه رسانی. بین آیا تو که اخبارات تو چی بندگی کردی؟ برای همین خدا برکت یا همه او برادرایی که در این کارا سهم میگذارن، دلشان به مردم میسوزه، دلشان به دینشان میسوزه، فرمان خدا هست میگه باید اجرا کردن در کار. این دنیا اونقدر دنیای نیست برادر عزیز. بر لب جوی نشین دیده عبرت بکشا، حاصل عمر تو چون آبی روان میگذره. حرکت آب چهل تیزه هم خیلی عمر تو هم خیلی حرکت داره. یه آدم میبینی که منه تبستر مردن خواهی قبر، لیکن کردگی ها دستگیرت میشه، راحت خانه قبرت میشه، پشیمان نمیشه. چهارم این بود برادر عزیز که آدم وقتی امری به معروف کنند میگه باید چیکار کنه؟ تحمل داشته باشه، صبر کنه. پنجم چیزی را که ابوالعلی سمرقندی گفتن برادرای این چی هست؟ میگه اینش میگه واعظ باید که موعظه ملایم کنه، داد نگه، مردم هم حقارت نکنه. زیرا قرآن ببینید چی میگه؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه. میگه وقتی شما مردم به سوی من میخوانید، خدا میگه مردم به سخنهای خوب به سوی من میخوانید. یعنی به سخن خوب برادر عزیز مردم تابع میشوند، محبتشون زیاد میشوند. یکی من همینجا بخیزم بگم ای نامردا، ای بدبختا، ای دیوس، ای خدا بزنتان، بعد میشوند؟ نمیشوند. زیرا روش پیامبر ما این نبود. روش پیامبر همین بود که ملایم با مردم صحبت میکرد. یک قصه را میارم، بعد همینجا صحبت ما تمام میکنم. میگه دوره های هارون الرشید بود. هارون الرشید میگه یک ملای، یک داملای بگیم نزدش میداره، یک قصرش را میداره، مردک رهبره در آمد که اصل کمی تاخیر شده. او حضرت اصل تا خوندی؟ او نیولی نخونده. همین نخونده میگفتگیش در دیگه ازلش نپرسید. همین داملا هم میگه دیگه همین رفتن گرفت، همین سیاست کردن گرفت. هارون الرشید خوب گوش کرد. بعد از آن گفت که ای حضرت من از فرعون دا بدترم. او نه، خدا لعنت کنه فرعون رو، یک آدمی نامسلمان بود. تو مسلمانی؟ گفت خودت ای حضرت موسی دا بهتری؟ او نه، ما خاکی پای حضرت موسی نمیشیم. خیلی خداوند در قرآن گفته اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. ای خدا میگه فرعون حضرت موسی را قطعی هارون برادرش امر کرد که فرعون دعوای خدایی داره، برین دعوتش کنین، قول لینا با سخن ملایم خوب دعوتش کنین. ای خدا نسبت فرعون این چیز روا دیده، تو آمده در اینجا این قسیاست میکردی؟ از این لحاظ برادر عزیز پنجم چیزی را که حضرت برای واعظ، برای نصیحتگر گذاشت ان همین بود که باید صحبت هم صحبتی ملایم باشد، نیک باشد تا مردم از او یک نفع و یک فایده را برداشته بتونند. خداوند همتون را نگهدار باشد. وقتی خوشتر نصیحتتون بسیار از پذیراییتون، از مهمانداریتون ممنونم برادر عزیز. انشاءالله نکو حضرت آمده با حالی وقت چند کم مونده؟ 15 minut مونده شد. حضرت این بیارم سوال خوشنا جواب کنید. یک سوال اینجا بوده، سوال نماز سوال ظهر اصل یک جا میکنم جمعی سوالتای میکنم. اما چی کنه مثلا اینجا بشنده بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله جمع سوالتای اکش
خصوصی است ما موافقیم مذهب هوا همیشه رو دیگران که میخونن مثلا در دیگر شکلی حجت میکنن ولی گوشت کنن و دیگر همه که